مسئولیتامون اشتیاق تا سحر گپامون ساز بود آرزوی یک جا شیدن بود بیمون هزار تا روز بود همه کارا جزیر شید یک بالا بال بین در آمد فوتیش کردن اومد خانهشون خواستگار اومد ننم شبایی خیل تلا و چه دبته خلا صدقه گپاتم صبر که دختر تنته ادرسه جای کار تا بته سراغت میرم ما پیش فهمونم تا فقط جای کارت میرم نصر نال فایز بازار جای کارش رفتم یا هم کارش شایده ای دور خندی دک دفتم صورت من نگاه نکه سین و سالم وجد نسه گپام از شوخی فهمید در حالم خندیده سه جنگور از بار در کار نسه بفهمان دامادت کی ای خدمت کده آمده دامادم زور و مشقی ای خاله چی در کاره با این بیلتی نگاه نش فهمیدم موقت بلنده چی قد تعریف داریش تنه نکه گندگی ما وای سلدت من دانشجویم همو او را چند قخش رو ای در نظرت بد رویم وای دا او تش معقول بود مگا فرزند خانی ما بود وای باب شگرب زنش زور بود رنگی تو مای داخل نبود صدره و فکری خامو ما چجان خطا غم نتیم اللهی قیوونه سیم پدر کتا بگی درد کلینی تعریفی تکو حیف کده سیانو چجان غمشه نخیر بچت هست پری دختر ای کوچمو بنامی الله باور دارم زندگیش بیران میشه انشاءالله خوشبخت میشه مرا دیده حیران میشه بد سلامت موچتا ایقده های دلوایت پاسلی پجر خوی نساز سود ندارد دادوای فرق شیعه چی خیلم زتا مقبولم دختر دم حق من همه سوزانم ده بلا میمونم سر تا ایمه خفه نشم علی که همه شای بیو چتا شد سر طلاقت کرده بیشود نه ای بیو چتا ای پا خوی ای بگیته کار ندارم ده کارش برسانه نو سلده ده پری لفکه ها حلالش کلان که ده بخشیدمش بگی برشم ما بسوزم دعا دادم خوشبخت شود چیمه و تایی عروسم ای ملیکه التماس رد ده پیشی و چد من ما دیگه لزید نمیکنم خواستگارا را و چیرد من ده کل کور بتشه دلو بای قلب بتشه یک کاری که نبینم ای مسکوز که دور بتشه